کشاورزی مکانیزه هر روز در چین توسعه می‌یابد. یک کشاورز در چین با کاشت الگوی جدید از توت فرنگی به رنگ سفید توجه مصرف کنندگان را به این میوه جلب کرده است. من به مدت 6 سال توت فرنگی کاشتم. امسال الگوی کاشتم را تغییر دادم و توت فرنگی سفید رو جایگزین کردم. وقتی وارد بازار شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت. نهال توت فرنگی و بذر آن در چین مورد توجه همه کشاورزان است و با کاشت این میوه گردش اقتصادی خوبی از تولید تا مصرف ایجاد شده است. بسیاری از مشتریان سفارش‌های خود را از طریق آنلاین انجام میدن و زودتر از موعد مبلغ را پرداخت میکنند. بخش بسته‌بندی و ارسال آن به بازار هم توانسته اشتغالزایی خوبی ایجاد کند. توت فرنگی سفید وقتی وارد بازار شد خیلی ها برای اولین بار می خریدن. البته قیمتش از توت فرنگی قرمز کمی بالاتره. این محصول از طریق فروش آنلاین به سراسر چین ارسال میشه و اینجا هم یکی از مراکز فروش هست به صورت مستقیم به دست مصرف کننده میرسه. محمد رضا خالق‌رضی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.